سلام آقا، خوب هستی؟ خسته نباشین. خیلی خوش اومدین. کتاب کلاس پنجم دبستان داری؟ بله، دخترونه یا پسرونه؟ من که خودم میدونم دختر روسری میشم پسر نمیشم. من کتاب میخوام. نه، من در مورد محتوای درونی کتاب صحبت میکنم خدمتتون. نه که من خودم میدونم محتوای درون دخترها با پسرها فرق میکنه. من کتاب میخوام. نه خانم، ببینید اصلا من کاری به محتوای درونی آناتومی ندارم. من در مورد محتوای بیرونی دارم حرف میزنم. یعنی شما شونات اخلاقی رعایت کنین؟ چه ربطی به اخلاق داره خانم؟ من دارم در مورد فحوای کلام کتاب صحبت میکنم. مثلا نمیفهمم شما چی میگین آقا. اجازه بدید براتون مثال بزنم. این کتاب ریاضی دخترونه است، این کتاب ریاضی پسرونه است. در کتاب ریاضی دخترونه 2 + 2 میشه چند؟ 4. خانم اگه شما خارج زندگی میکنین، اینجا ایرانه، تو کتاب ریاضی دخترونه 2 + 2 میشه 2. یعنی از هر دو تا دختر یه دونش حساب میشه. نه بابا. والا. ولی تو کتاب ریاضی پسرونه 2 + 2 میشه چند؟ همون 4 دیگه. باز که شد همون خانم. 2 + 2 تو کتاب پسرونه میشه 6. از کجا؟ همون دوتایی که رو دخترها برداشتن رو پسرها گذاشتن. نه والا. حالا ببخشید من ریاضی یکم ضعیفه. امکانش هست که مثال ادبی بزنین؟ چشم. ببینید مثلا این کتاب ادبیات فارسی دخترونه است، این کتاب ادبیات فارسی پسرونه. تو کتاب ادبیات فارسی دخترونه کبرا نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره. کی باید واسش تصمیم بگیره؟ سرپرستش. آفرین. حالا سرپرستش یا پتروس فداکاره یا دهقان فداکار. نه بابا. والا. حالا یه دونه دخترونه پس زحمت بکش. البته یه سری کتابای اسپورت و فری سایز هم داریم که اونا رو میتونه هم دخترونه استفاده کنه هم پسرونه. نه دیگه من همون دخترونه باشه خیالم راحت تره. بسیار عالی. سایزش چنده؟ سایز 38 یعنی سایز چیش چنده؟ سایز دخترتون چنده؟ به شما چه ربطی داره آقا؟ چه ربطی داره یعنی چه خانم؟ دختر شما از نظر سایزی و از نظر جثه اگر بزرگ شده باشه باید کتاب‌های آموزش ازدواج کودکان بهش بدیم. چه چرت و پرت میگین آقا؟ چه تبلیغ کودک همسری میکنی؟ بحث کودک همسری چیه خانم؟ این کلماتو به کار نبر. شبکه‌های معاونت با دنبال بهانه میگردن، دشمن دنبال بهانه میگرده که کار دست اومده. این چه حرفیه شما میزنید؟ شما خودت چند سالگی ازدواج کردی؟ 30 سالگی. بی خودگری تو این سن ازدواج کردی. چه سن ازدواج شما؟ چجوری با بچت بازی می‌کنی؟ یعنی آقا چه به شما چه ربطی؟ اصلا مگه بچه هست با بازیه؟ خانم اصلا ما اینجا کتاب ندونیم بفرمایید. اینجا بستنی فروشیه. اصلا ما کتاب ندونیم بفرمایید. آقا کیشون رو راه داده اینجا؟ برو آقا برو. فروشنده باید مردمی باشه. مثلا از شما خرید نمی‌کنم. بفرمایید خانم، بفرمایید. با این حجاب و شراره‌های آتش انداختید. بفرمایید ما رو پلم می‌کنن. برو آقا برو جمع کن.